داستان اینه که خانم و آقا میرن یه مهمونی که یه ساعت فامیلاشون رو ببینن، یه ذره صحبت کنن، حالشون بهتر بشه، روحیه‌شون بهتر بشه. ولی نه تنها بهتر نمیشه، بلکه با کلی ناراحتی برمیگردن خونه‌شون. حالا داستان چیه؟ اینه که متاسفانه بعضی از فامیلا تا شما رو میبینن شروع میکنن به مقایسه کردن زندگی خودشون با بقیه و به جای میرسن که از شوهر طرف یا خانم طرف انتقاد میکنن، به این ترتیب که میگن که مثلا چرا شوهرت به من سلام نکرد؟ چرا شوهرت زیاد غذا نخورد؟ شوهرت زیادی با گوشی کار میکنه؟ چرا شوهرت تلفنش زنگ خورد؟ چرا رفت بیرون جواب داد؟